در زندگی امروز تکنولوژی و خلاقیت نقش مهم و انکارناپذیری دارند. رشد و شکوفایی شهرهای بزرگ در ابعاد مختلف صنعتی، اجتماعی و فرهنگی و غیره تا حد زیادی مرهون همین امر است. شهرستان کرج با جمعیت رو به رشدش یکی از شهرستان‌های مهم استان تهران است که هم پای تحولات مختلف صنعتی و عمرانی، زمینه‌های فرهنگی را نیز در اولویت بنیادی توسعه قرار داده است. احداث مجموعه ساختمانی شورای اسلامی شهر و تالار بزرگ کرج یکی از دستاوردهای عمرانی و فرهنگی بزرگ و مدرن این شهر است که توسط شرکت عمران سازان کالار از سال 1381 آغاز و همکنون نیز آماده بهره برداری می باشد. یکی از پروژه‌های موفق و مدرن شرکت عمران سازان کالار پروژه مجموعه تالار شهر کرج می باشد. احداث این مجموعه در شهریور ماه سال 1381 در زمینی به مساحت 2 هکتار و در مرکز شهر کرج آغاز گردید. این پروژه شامل ساختمان اداری شورای اسلامی شهر و تالار بزرگ شهر کرج و همچنین محوطه سازی‌های مربوطه می باشد. ساختمان اداری شورای اسلامی شهر کرج با زیربنایی حدود 6000 متر مربع در 3 طبقه احداث شده است. اسکلت این ساختمان بتونی و شامل اتاق‌های اداری، کتابخانه، اتاق بحران، سالن اصلی شورا، نمازخانه و سایر اتاق‌ها می باشد. معماری و تزیینات سالن اصلی شورا ضمن الگوبرداری از سالن‌های مشابه با مناسب‌ترین و مدرن‌ترین تجهیزات شامل میزهای کنفرانس، تزیینات داخلی، نورپردازی و سیستم صوت و تصویر تجهیز گردیده است، به طوری که از طریق مانیتورهای نصب شده در لابی میتوان جلسات علنی شورا را پخش نمود و شهروندان را در جریان بحث‌های نمایندگان خود قرار داد. عملیات اجرایی ساختمان فوق الذکر در بهمن 1382 پایان و تحویل گردید و در اردیبهشت 1383 با حضور وزیر کشور وقت افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفت.